من روزی خود سید نورالدین بهرامویچ روزی 24 بود ماه مارس از طرف شخصیت نامعلوم بازداشت شدیم به یگان حجت یک جور شب محل شدیم روزانه 25 منه با عملیات شنونده روی کردن با دوشنبه در امنیت تفتیش شدیم کوتاه گم در امنیت تفتیش شدیم بعد تفتیش شدن که ثابت شد بیگناه بودن من سر دادن یعنی در آزادی قرار دارم امروز یعنی در خونه برادرم با برادرم یعنی حیاتی مستقل حیاتی آزادانه برده آرامانه زندگی دارم لیکن یگان حجت در دست ندارم غیر یک اونی که کردم در همین جدیدین چیش میگن یک کاغذی هست که بعضشین ارودینه وازبراشینی از کنسولگری گرفتم همون را دادم من یک وازبراشینی دارم خلاص از حجت لیکن در آزادی الحمدلله بعد تفتیشات که بیگناهی من ثابت شد من در آزادی من